سلام دوستان عزیز، به رادیو کریپتو خوش آمدید. امروز اومدیم مهمترین خبرهای دنیا رو با هم بررسی کنیم. قیمت جهانی اونس طلا به بیش از 3400 دلار رسید. بیت کوین امروز به 88000 دلار رسید که مهمترین خبر تو بازار کریپتو بود. راه اندازی اولین شبکه 10G جهان در چین. هواوی اولین یونیکوم چین که اولین شبکه 10G جهان را در حومه پکن راه اندازی کرد. منطقه آزمایشی که با توجه به نتایج آزمایش سرعت دانلود به 10,000 مگابایت در ثانیه و سرعت آپلود بیش از 1000 رسید. کاربران در حال حاضر خود را اینطوری نشون دادند که یک فیلم 90 گیگابایتی رو با کیفیت 8K با سرعت جوش اومدن کتری دانلود میشه. چین تهدید کرده که علیه کشورهایی که در مسائل تجاری از ایالات متحده حمایت کنند تلافی خواهد کرد. همچنین به دستور دولت چین صندوق‌های مورد حمایت این کشور سرمایه‌گذاران جدید در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی ایالات متحده متوقف شد. شبکه اتریوم ارزان‌تر از همیشه. کارمزد در واکنش‌های شبکه اتریوم نسبت به سالهای گذشته خیلی کاهش پیدا کرده. حالا انجام یک انتقال فقط 1 سنت دلار هزینه داره. این رقم تو آوریل 2024 فروردین 1404 حدود 4 دلار بود. کاهش کارمزدها ممکنه پذیرش اتریوم رو افزایش بده، اما کاهش قیمت همچنان چالش‌هایی برای بازار به همراه داره. اختلاف بین آقای ترامپ و جرم پاول بالا گرفته. جرم پاول رئیس فدرال رزومه آمریکا گفته که حتی اگه ازم بخوانم استعفا نمیدم، حاضر نیستم از سمتم کناره‌گیری کنم. در واکنش به این حرف دونالد ترامپ هم با لعنی تند گفته اگه من بخوام پاور بره خیلی زود میره، باور کنید. ولادیمیر پوتین جایگزین اتریوم. ولادیمیر پوتین بنیانگذار اتریوم پیشنهاد داده که ماشین مجازی اتریوم رو جایگزین کنه. این تغییر میتونه اجرای قراردادهای هوشمند رو ساده تر کنه و سرعت اونا رو تا 100 برابر افزایش بده. ماشین‌های مجازی اتریوم EVM یک محیط اجرایی مجازی که برای توسعه قراردادهای هوشمند و پروتکل اتریوم طراحی شده. این سیستم به برنامه اجازه میده تا به صورت کارآمد اجرا بشن. به گفته آقای آرتور هیس شاید این آخرین فرصت برای خرید بیت کوین با قیمتی کمتر از 100,000 دلار. فرصتی که دیگه تکرار نمیشه. خبر مهم رو با هم ادامه میدیم. ترس از سهام بیشتر از کریپتو. بر اساس داده‌های منتشر شده از شاخص ترس و طمع در ماه‌های آوریل 2025 احساسات کمتری از بازار سهام به مرتبت منفی‌تر از بازار رمزارزها بود. شاخص ترس در بازار سهام به عدد 20.94 رسیده که نشانه ترس شدیده، در حالی که شاخص بازار کریپتو 32.20 ثبت کرده. همچنین در محدوده ترس قرار دارد. این اختلاف میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، از جمله نگرانی اقتصادی جهان، تعرفه‌های تجاری ترامپ، تصمیمات بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره و بی‌ثباتی در بازارهای مالی. در مقابل بازارهای کریپتو وجود نوسان ذاتی در این ماه واکنش آرومتری نسبت به شرایط جهانی از خودش نشون داده. دوستان، شاخص فصل آلت کوین ها پس از رسیدن به کف دوباره تا حدود 17% رشد کرده. تنها 10 توکن در 90 روز گذشته عملکردی بهتر از بیت کوین داشتند. به گزارش بلاکچین بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ در تاریخ 21 آوریل بازار رمزارز شاهد بهبود نسبی بود و شاخص فصل آلت کوین ها اخیراً در روزهای عالی تعرفه‌های ترامپ به عدد 14 رسیده بود، حالا به 17 افزایش یافته. با این حال این عدد همچنان نسبت به میانگین 32% ماه‌های مارس، میانگین 43% فوریه و کاهش قابل توجهی نشون داد. بچه‌ها، آلت کوین ها شاخص آلت کوین ها پس از ثبت سقف سالانه 82 در تاریخ 4 دسامبر 2024 روند نزولی داشته. در 90 روز گذشته تنها 10 تا از ارزهای دیجیتال از بین 100 رمز ارز برتر بازار از نظر ارزش بازار تونستن عمل کرده بهتری نسبت بیت کوین داشته باشن.
برمیگردیم به کیف پولهای بزرگ. تعداد کیف پولهای بزرگ نهنگا بیش از 1000 بیت کوین از سال 2037 در فوریه به 2107 در 5 آوریل رسید. قیمت بیت کوین پس از ترک کانال جانبی به قیمت 87,400 دلار در 21 آوریل افزایش یافته و تحلیلگران رشد تا 6 رقمی در ماه مه پیش بینی کرد. برمیگردیم به تلگرام. پاوردوف بنیانگذار تلگرام برخلاف رقبا حریم خصوصی کاربران را معامله نمی‌کنیم. مدیر عامل تلگرام امروز توییت زد و میگه از کشورهایی که آنها مجبور کردن زیر پا گذاشتن حریم خصوصی کاربران کند ترجیح میده از بازار آن کشورها خارج بشه. به گفته دروف تلگرام برخلاف رقبا حریم خصوصی را برای به دست آوردن سهام بازارها خرج نمیکنه. علاوه بر این تلگرام در تاریخ 12 سالگیش حتی یک با پیام را بابت پیام خصوصی افشا نکرده است. شرکت استراتژیکی تحت رهبری آقای مایکل سیلور طی هفته‌های گذشته بیش از 6556 بیت کوین به ارزش 550 میلیون دلار خریده. با رادیو کریپتو در خدمت شما هستیم. به پایان بخش خبری ما رسیدید. حتما ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله هم بزنید تا یه حمایتی از ما بشه. ممنون از حمایتتون تا این قسمت از خبرها. تا پایان با ما همراه بودید.